سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. خیلی از دوستان میگن وقتی ما کولر سرویس میکنیم با اینکه کولر رو میشوریم ولی بازم خاک میاد داخل از کانالامون. نگاه کنید یکی دو تا نکته هستش. یکی این خاک رو باید بگیرید، این خاک ها باید گرفته بشه که حالا تو شستشوی اولیه میتونید انجام بدین. نکته دوم داخل این پرده رو این باید شسته بشه. این خاکی که ریخته میشه شما کولر رو که روشن میکنن کلی خاک میاد داخل خونتون. اینا رو میتونین با فرشه بشورین، بعد یک آب بگیرین، بعد دقت بکنین که آبش حتما اینجا یک سوراخ بذارین که داخل این سوراخ آب داخل این تخلیه بشه و پوسیده نشه که سوراخ بشه. یا علی خدا.